ببین یه بهونه‌ای پیش بیاد هممون با هم بخندیم. همین دیشب خواب دیدم، ولی بیشک خواب دیدم. بعید میدونم که باشه بی دلیل. ایرانمو دیدم یه جای دیدنی. من فکر میکنم خوشبختی مثل گوشی تلفنه. اگه تو خونت تلفن داشته باشی و بقیه تلفن نداشته باشن نمیتونی به کسی زنگ بزنی. خوشبختی یه اتفاق فردی نیست، یه اتفاق جمعیه. باید هممون گوشی تلفن داشته باشیم تا بتونیم به هم زنگ بزنیم. خوشبختی باید برای هممون باشه. ایرانی که ایدار با هم میگیرن، ادیان و مذاهبم همه با هم بیشیلن. مسلمون و مسیحی، یهودی، بهایی، بیدین و بادین سر سفره با هم میشینن. آقامون تو آبادان آب نمیخره، اهواز مردمش رو خاک نمیبره. ایرانی دیدم نیست پیر مردی که سر مرزهای مملکتش گولبری بکشه. ایرانی دیدم که ورزشکار پر از سراسر جهان واسه المپیک تهران